سلام، حدیث هستم. قرار آموزش نصب ویندوز 10 رو روی ماشین مجازی انجام بدیم. ماشین مجازی رو باز میکنیم، روی کرییت ویژوال ماشین میزنیم و اینجا گزینه پیشنهادی تیپیکال رو انتخاب میکنیم. نکس میزنیم. اینجا هم نکس میزنیم، میگیم که بعدا نصبش میکنیم. اینجا نوعش رو انتخاب میکنیم که ما میخواستیم ویندوز 10 باشه. نکس میزنیم. اینجا هم مسیرش رو انتخاب میکنیم. اینجا فضای دیسک رو انتخاب میکنیم که بهتره 40 یا 50 باشه. من یه ذره کمتر گذاشتم. اینجا گفته که به صورت یه فایل ذخیره بشه یا به صورت چند فایل ذخیره بشه. ما میزنیم یه فایل ذخیره بشه، سرعتش بهتره. نکس میزنیم و اینجا اطلاعات رو نمایش میده، اطلاعاتی که ثبت شده رو میخواد بسازه. فینیش میزنیم. ثبت میکنیم ساخته بشه. حالا روی ادیت میزنیم. فایل ایزو ویندوز 10 رو وارد میکنیم. و حالا اوکی میزنیم و میذاریم برنامه اجرا بشه. اینجا یکم طول میکشه. حالا باز شد. اینجا میایم زبونش انتخاب میکنیم که من گذاشتم هم انگلیسی باشه. نکس میزنیم و حالا این استال میزنیم. اینجا میایم ویندوز 10 پرو رو نصب میکنیم نسبت به بقیه ورژن بهتره. اینجا همه گزینه‌ها رو موافقت میدیم. اینجا گزینه اول برای اینکه ویندوز نصب باشه فقط بخوایم آپدیتش کنیم و به روزرسانی اطلاعات امنیتی و اینا باشه و گزینه پایین برای نصب از اول و پایان. اینجا پارتیشن بندیه که میتونیم با زدن روی گزینه نیو بخش بندیش کنیم، فضا رو تبدیل به بخشای کوچیک‌تر کنیم. اون فضایی که میخوایم رو وارد میکنیم و اپلای میزنیم. اینجا باید تاییدش کنیم و ساخته میشه. فضای پرایمری فضای اصلیمونه که روی نکس کلیک میکنیم حالا و این صفحه دانلود باز میشه که خیلی طول میکشه. من کاتش کردم. بعد از این صفحه از اول ریستارت میشه. اینجا هم باز خیلی طول میکشه چون میخواد ریستارت بشه. من سرعتش رو میبرم بالا. اینجا لاودینگشه. یکم صبر میکنیم. این صفحه باز میشه. اینجا باید ملیتش انتخاب کنیم. من همون گزینه که خودش انتخابه رو اوکی میزنیم. اینجا برای کیبورد که همون یو اس رو میذاریم باشه. اوکی میزنیم. اینا رو میتونیم اسکیپ کنیم یا بعد اضافه کنیم، خیلی مهم نیستن. اینجا گفته که باید به نت وصل بشیم که میزنیم فعلا نت ندارم. اینجا هم برای دسترسی به نته که این گزینه ها میتونیم استفاده کنیم. میزنیم continue without it. اینجا باید اسمی که برای
PC میخوایم استفاده کنیم و بذاریم. اینجا پسورد میذاریم که باید یادمونم بمونه. پسورد رو تایید میکنیم اینجا. اینجا یه سوالای سکیوریتی امنیتیه که 3 تا سوال باید حتما بزنیم و جواب بنویسیم. وقتی پسورد فراموش کردیم با استفاده از این میتونیم دوباره وارد. وقتی همه رو وارد کردیم نکس میزنیم. اینجا تنظیماته که قبولش میکنیم. اینم برای کورتانا بود و وارد فضای ویندوزی که نصب کردیم میشه. این صفحه هم باز خیلی طول میکشه تا بالا بیاد و وارد فضای ویندوز شد. اینم از آموزش نصب ویندوز 10 در ماشین مجازی. امیدوارم مفید بوده باشه.